ببین تو این 6 تا کاری که من بهت میگم انجام بده، بهت قول میدم روز به روز دونه به دونه هدفاتو تیک میزنی. یک، از هر چی آدم و اخبار منفی دوری کن. هر چقدرم ببین تو آدم قوی باشی، این آدما و اخبار منفی تاثیرشون رو تو میذارن. دو، همه چی رو با هم نخواه. نگو من میخوام هم ورزشکار حرفه‌ای باشم، هم تو کارم برند باشم، هم موزیسین حرفه‌ای باشم، هم 3 تا زبان بلد باشم. نمیشه همه چی رو با هم داشت. یکی رو بگیر اولویت، بقیه در کنارش. 3، هیچ وقت تحت هیچ شرایطی غر نزن. تو سخت در این مشکلات هم بودی غر نزن، فقط دنبال راه حل باش. راه حل من چیه و براش برنامه‌ریزی کن. 4، شکست رو جزئی از کارت بدون. همه آدم‌های بزرگ دنیا، موفق دنیا، حداقل یک بار شکست بدجور خوردن. اگه یه روزی خدای نکرده شکست خوردی، طبیعی بدون و دوباره شروع کن برنامه‌ریزی کردن و شروع کردن. 5، با کسی بحث نکن. یه بحث کوچیک کردن با کسی تو رو حداقل 1 هفته از کار و زندگی و همه چی میندازتت. 6، تمرکزی کار کن. وقتی مثلا تو داری کتاب میخونی، این گوشی رو بذاری کنار. زمانی که تو داری کار میکنی، این گوشی رو بذاری کنار. زمانی که داری تولید محتوا میکنی، دیگه با دوستت حرف نزن، شوخی نکن. یک کارو در عین واحد انجام بده. این 6 تا رو برو انجام بده، بهت قول میدم دونه دونه هدفاتو تیک بزنی. شک نکن.